خب در آخر برنامه اکنون در مورد نتیجه نهایی بازی فکر میکنم که شنیدن اندیشه‌های شما هم برای من و هم برای بینندگان خیلی جالب است. توتنهام با حساب 3-2 پیروزی به دست می‌آورد. خیلی عجیب. فکر ما هم پیشگویی به فایده توتنهام، ولیکن 2-1 ممکن یا 1-0 که در حسابی مینیمال. یعنی توتنهام غلبه میکند. بله به فایده. من این بازی رو شرح میدم، برای همین میخوام بازی خیلی استرکم شود. و فکر من این است که منچستر یونایتد قهرمان میشود. خب من این رو انتظارم، یعنی غلبه منچستر یونایتد. حساب رو بعد از بازی میگم. خب در آخر برنامه اکنون در مورد نتیجه نهایی بازی فکر میکنم که شنیدن اندیشه‌های شما هم برای من و هم برای بینندگان خیلی جالب است. توتنهام با حساب 3-2 پیروزی به دست می‌آورد. خیلی عجیب. ما هم پیشگویی به فایده توتنهام، ولیکن 2-1 ممکن یا 1-0 که در حسابی مینیمال. یعنی توتنهام غلبه میکند. بله به فایده. من این بازی رو شرح میدم، برای همین میخوام بازی خیلی استرکم شود. و فکر من این است که منچستر یونایتد قهرمان میشود. خب من این رو انتظارم، یعنی غلبه منچستر یونایتد. حساب رو بعد از بازی میگم.